بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله والدليل. اکنون شیخ محمد بن عبدالوهاب تاوریکی در اول کتاب وعده کرده است که به دلیل صحبت میکند. معرفت الله و معرفت نبیه و معرفت دین الاسلام بالادله گفت. اکنون خود برای این 4 مسئله دلیل ذکر میکند و دلیل آن است گفته. وقال الشارح الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: وهذا هو الدليل على هذه المسائل الأربع. وهذا هو الدليل، همین است دلیل بچه به همین 4 مسئله. یعنی اگر کس پرسد که نسبت این 4 مسئله دلیل چی است، دلیل همین است. یعنی دلیل چرا در نظر دارد؟ سوره عصر. ففي هذه السورة العظيمة الحجة لهذه الأمور. در این سوره بزرگ حجت است. در این سوره بزرگ چی است؟ حجت است برای این امور. کدام امور؟ همین امور 4گانه، یعنی علم، عمل و دعوت و صبر کردن. و هذا هو الدین كله. دین تمامش همین است. فالدین كله ایمان و عمل و دعوت و صبر. دین به پرگی عبارت از ایمان و از عمل و از دعوت و از صبر است. اگر از همین 4 چیز یگان تش نباشد، دین انسان نقصاندار می شود. حتی برفتن بعضش انسان بیدین شدنش ممکن، خصوصا ایمان. ایمان بالحق و عمل به و دعوت الیه و صبر علی الاذى فیه. این 4 امور از چه عبارت است؟ به حق ایمان آوردن و به حق عمل کردن و دعوت کردن مردم به سوی حق و در تمام آزار و زیان و مشکلاتی که در این راه حق روبرو میشوی صبر کردن. همه خیلی است. زیرا ایمان به حق نداشته باشی، خب در دین نیستی. عمل به حق نکنی، در تو صفت می شود از صفتهای یهود. و کسی عمل داشته باشد و علم نداشته باشد، در اون انسان صفت از صفتهای نصرانی ها. خب وقتی که انسان خود علم گرفت، حق شناخت و به همون حق عمل کند، این کفایت نمی کند تا این خیره بری دیگرو هم چکار نکند؟ صرفه نکند. برای خاطر اون که حق این خزینه نیست که مثال گیریم ایره تو خودت برای خود صاحب شوی، دیگرها را از این محروم کنی. الله برای تو نصیب کرده است که تو حق آموختی، به حق عمل کردی، از این حق به دیگرها هم چکار کن؟ نصیب دار کن. هم خلاص. وقتی که تو دیگرها را دعوت کردی، البته این مشکلی در پیش روی دادنش ممکن. برای خاطری که یعنی این مشکلی ها را تو یعنی گذشته توانی، صبر در کار میشه. و الناس كلهم فی خساره. معنای آیت تفسیر این سوره چنین است میفرماید شیخ صاحب شرح: مردم همشون در زیانند، زیرا الله خود قسم یاد کرد، گفت که والعصر، قسم به عصر.
مراد از عصر نماز عصر است یا که مراد از عصر تمام دهر تمام زمان را یک عصر در نظر داره 100 ساله. به هر چیزی که الله تعالی قسم یاد کند معلوم بشه که در همون چیز یک حکمتی هست. قسم یاد میکند که تمام انسان ها در زیانند الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بجز کسانی که ایمان آوردن و عملی صالح کردن اینها زیان نمیکنند. اما اون کسی ایمان ندارد و عملی صالح نکرده و در زیان است گفته شده است. ای الذين آمنوا، ای یعنی الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی کسانی که ایمان آوردن و عملی صالح کردن و به حق یک دیگر سفارش کردن، یعنی که توصیه کردن، نصیحت کردن، دعوت کردن و یک دیگر را به صبر چیکار کردن؟ سفارش کردن، اینها از خسارت از زیان استثناء. اینا یعنی که زیان نمیبینن، اینا فایده میکنن. برعکس همه خلاص ایمان آوردن به الله این اصل ایمان است. خب ایمان آوردن گفته شده است که این اون معنا میدهد که یعنی که انسان باید که عملش خالص برای الله کند و عملی صالح کند، یعنی که طبق نشاندادی پیغمبر علیه السلام کند. یعنی کدام انسانی که اخلاص داشته باشد و عملش طبق نشاندادی پیغمبر نباشد و قبول نیست. کدام انسانی که طبق پیغمبر علیه السلام عمل میکرده باشد اخلاص نداشته باشد و هم قبول نیست. خب عکس اینها چی میشد؟ کدام انسانی که اخلاص ندارد و شرک دارد، کدام انسانی که پیروی از پیغمبر در عبادتش در امور حیاتش نکرده شده است و بدعت کرده است. بنابراین در پیشگاه الله نه عملی شرک دار قبول است و نه عملی بدعت دار. فهمیده؟ فهؤلاء هم الرابحون، دارای همین 4 صفت اونها هستند فایده کردگی ها. فهؤلاء هم الرابحون، رابح گفته ربح، فایده. آدم تجارت میکند که بعد در آخر میبیند که حساب میکند که $1000 مثلا بریم 2000 شده است، 10,000ش 20 شده، یعنی چی میگویند؟ فایده کردگی، رابح. اما انسانی که $1000 یا که ویم $10,000 در تجارت استفاده برد، آخر حساب میکند که $500 شده است یا که 10,000ش 5,000 شده است، این چی میگه؟ زیان میکند. و هم السعداء، سعادتمند ها همینا هستند، خوشبخت ها اینا هستند، کسانی که دارای این 4 صفت است. وقد اقسم الله على هذا، و به همین الله سبحانه و تعالی قسم یاد کرد بقوله، به قول خود. چی گفت؟ والعصر، عصر گفته زمان را میبینه. والعصر گفت قسم به زمانه. و هو الصادق سبحانه و تعالی و ان لم یقسم، و حالا که الله سبحانه و تعالی صادق است اگر چه قسم یاد نکند هم. فهمیدید؟ الله سبحانه و تعالی بی قسم هم و صادق است. هم خیلی است. و قسم یاد کردن این تأکید است. ولكن اقسم، ولی در برابر صادق بودنش الله تعالی چیکار کرد؟ اقسم، قسم یاد کرد. برای چی؟ لتأکید المقام، برای تأکید کردن این مقام. یعنی این موضوع شوخی نیست، موضوعی است که دارای اهمیت است. والله سبحانه و تعالی یقسم بما شاء من خلقه، الله سبحانه و تعالی قسم یاد میکند با کدام چیز از مخلوقاتش بخواهد. فهمیدید؟ الله تعالی با کدام مخلوقی که خواهد قسم یاد میکند. خواهد به آفتاب، خواهد به ماهتاب، خواهد به آسمان، خواهد فلا احد یتحجر علیه، یگان کس حق ندارد که به الله یگان تنگی بیارد، یعنی اعتراض بیان کند که الله چی با قسم یاد نکرده است.
یعنی الله را هیچ کی نمیتواند که دارتش از قسمیت کردن و حق داره، حق قسم خوری دارد. فاقسم بالسماء ذات البروج، الله قسمیت کرد به آسمانی دارای برج. و اقسم بالسماء والطارق، قسمیت کرد به آسمان و به طارق، نام ستاره. و بالضحى، و به وقت چاشت، پیش از پیشین، بعدی برآمدن آفتابی. و بالشمس و ضحاها، و به آفتاب قسمیت کرد و به روشنایی آن. و باللیل اذا یغشی، و به شب وقتی که همه جا را پرده پوش میکند. و بالنازعات، و به فرشتگانی که وایها جان بندگان میگیرند و غیر ذلك، و به غیر از این با دیگه چیزها قسمیت کرد دیگه. سلام خیر است کسی قرآن خواند میدونه. لأن المخلوقات تدل على عظمته، زیرا که تمام این مخلوقات دلالت به بزرگی الله میکنند. هر مخلوقی که بزرگ دیدید با چقدر یعنی که عظمتی الله در پیش چشم شما نمایان شدن میگیرد. وعلى أنه سبحانه هو المستحق للعبادة، همه این مخلوقات دلالتی آن میکنند که او سبحانه هو المستحق للعبادة و است لایق و حق بر عبادت. هر باری که اینا رو دیدید میگید که الله است لایق عبادت. ولبيان عظيم شأن هذه المخلوقات التي تدل على وحدانيته، و برای خاطر با بیان کردن بزرگ بودنی شأن و شرف این مخلوقاتی که همه اینها دلالت به یک و یگانگی او میکنند. و انه المستحق للعبادة وحده، و دلالت میکند که با تکرار کرده است که وی است حق بر عبادت وحده، تنها یعنی که لایق عبادت هوی است. و اما المخلوق فليس له ان يقسم، اما مخلوق باشد وی حق ندارد که قسمیات بکند، نمیتواند که قسمیات کند الا بربه، مگر به که به پروردگار خودش. فلا يقسم ولا يحلف الا بالله، يقسم يحلف هر چه معنی میده. وی قسم یاد نمی کند، سوگند نمی خورد الا بالله، مگر به الله. ولا يجوز له ان يحلف بالانبياء ولا بالاصنام ولا بالصالحين ولا بالامانه ولا بالكعبه ولا بغيرها، برای بنده جایز نیست که قسم یاد کند به پیغمبران و به بت‌ها و به صالح‌ها و به امانت و به کعبه و به غیر از اینها دیگه چیزها ممکن نیست. هذا هو الواجب على المسلم، بالای مسلماننده واجب همین است. واجب چی است؟ یعنی که به غیر از الله به یگان چیزی دیگه قسم یاد نکردن. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بنابر قول پیغمبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم میفرماید من حلف بشيء دون الله فقد اشرك. من حلف بشيء دون الله فقد اشرك، کسی به یگان چیز قسمیات بکند که همون چیز غیر الله باشد، به تحقیق اون انسان چیکار کرد؟ شرک آورد. اخرجه احمد من حديث عمر رضي الله عنه وصححه الشيخ العلامة الألباني في الصحيحة. شيخ ألباني صحيح. أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح، هنا إمام أحمد بإسناد درست صحيح رواية كرس. وقال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمود کسی قسم میخوردنی باشد به الله قسم یاد بکند، او لیصمت، اگر نخواهد سکوت بکند، اگر نخواهد سکوت بکند. سکوت کردن او بهتر است از قسم خوردن به غیر الله. اخرجه البخاری و مسلم و غیرهما من حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الحلف بغير الله، به هر فرد مسلمان و مسلمه واجب است احتیاط کردن،
حذر کردن از قسم یاد کردنی به غیر الله. فهمیدید؟ و ان تكون ایمانهم كلها بالله وحده سبحانه و تعالی، و واجب است که ایمانشون همش به الله یکه و یگانه که سبحانه و تعالی باشد. قوله قال الشافعی، قول صاحب متن که فرمود که شافعی گفت. اکنون پیش از آن که چی گفته شافعی درباره امام شافعی گپ میزند. الشافعی هو الامام المشهور، شافعی این امامی مشهور است. احد العلماء الكبار، یکی از علمای بزرگ. و احد الائمه الاربعه، یکی از 4 امام. از کدوم امام ها؟ امام های صاحبای مذهب. و هو محمد بن ادریس الشافعی المطلبی. و این نامش محمد است، پسر ادریس، پدرش ادریس است. الشافعی المطلبی است، اینا صفتش است. المولود سنة 50 و 100، سال 150 تولد شده است. و توفی سنة 4 و 200، و در سال 204 وفات کرد در سن 54 سالگی. اینا رو باید دونید. شافعی را کی میداند بود؟ و هو محمد بن ادریس الشافعی المطلبی المولود سنة 50 و 100، 150 تولد شده است و 204 وفات کرده در سن 54 سالگی. اینا رو باید که قید کرده از جد دونستانتون ضرور است. همین کس چی گفتن طوری که ما در متن گذاشتیم: لو ما انزل الله حجة على خلقه الا هذه السوره لكفت. یقول رحمه الله، شارح میفرماید الله رحمتش کند، میفرماید لو ما انزل الله حجة على خلقه، اگر الله حجت را بالای خلق خود نازل نمیکرد الا هذه السوره، بجز این سوره، لکفتهم، البته یک سوره نظر به کوتاهی این سوره نکرده کفایتشون میکرد. و فی روایت، در دیگر روایت چنین آمده است که، یعنی این خیلی آمده است که لو فکر الناس فی هذه السوره لکفتهم، اگر مردم درباره این سوره تفکر کنند، یعنی اگر مردم درباره این سوره تفکر بکنند، لکفتهم، البته برای ویها کفایت میکرد. ولی مردم متاسفانه تفکر نمیکنند. ای لو نظروا فيها وتأملوا فيها لكانت كافية في إلزامهم بالحق وقيامهم بما اوجب الله عليهم وترك ما حرمه عليهم. یعنی چی گفتنی؟ چی معنا دارد؟ گفتی امام شافعی. یک کس میپرسه شما رو چی گفته ایستاده است که اگر نازل نمیکرد الله بالای خلق جز این سوره، همین خودی سوره یک همچون حجت برایشون کفایت میکرد. یعنی اگر مردم انصاف کرده در این سوره نظر میکردن و در سوره بودگی این آیت و این مضمون اندیشه و فکر و ملاحظه میکردن، کفایتشون میکرد در لازم گرفتنشان حق را. باید که بعد از تفکر این سوره حق لازم میگرفتن به خودشون، الزامهم بالحق. یعنی این سوره کاری میکرد که ویاره لازم میگردانید به حق، پیوسته به حق میشدن. و قیامهم بما اوجب الله علیهم، و مردم چیکار میکردن؟ اجرا میکردن. قیام به معنی اجرا کردن، انجام میدادن اون چیزی که الله بالایشون واجب قرار داده است. فهمیدید؟ و ترک کردن آن چیزی که الله بالایشون حرام قرار داده است. فهمیدید؟ یعنی اگر انسان تفکر در همین یک سوره کند، باید که واقعا اگر همون انسان تفکر کردگی باشد، باید که بعد از تفکر در این سوره اون انسان حق به خود لازم گیرد و
به امر کرده های الله عمل بکند، از منع کرده هاش دور شود. معلوم میشد است که امروز مردم از حق دور شدنشون، فرمانهای الله را به جا نآوردنشون، منع کرده هاشو یعنی دست زدنشون از پشتی آن است که از این سوره نه فقط تفکر، نه فقط تفکر، حالا از خواندن این سوره دوره. فهمیدید؟ وقتی که انسان از خواندن قرآن دور باشد بعد چه خیلی تفکر میکند؟ تفکر اون وقت میشود که وقتی که انسان کتاب الله را خونده تاند یک کن، به خواندن هم تفکر کردن نمیتواند، زیرا اینکه بالخصوص من و شما عجم هستیم. برای خاطر اینکه تفکر کنیم برای من و شما زبان عربی در کار است. هم خیلی انا مادامی که سببی به حق پیوسته شدن من و شما و به امر و نهی الله عمل کردن من و شما این سوره را تفکر کردن باشد، آیا زبان عربی را آموختن واجب نبود است؟ بعد واجب است. هر چیزی که به طفیل وی واجب بجا آورده می شود، یعنی اگر وی نباشد ما واجب بجا آورده نمی توانیم، همون واسطه هم چی می شود؟ واجب می شود. اما خیلی سهل. فهمیده؟ خب برای چی؟ لأن الله بین أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هم الرابحون. برای چی؟ این سوره را تفکر کردگی آدم به حق پیوسته می شد، زیرا اینکه الله تعالی بیان کرده است، روشنی انداخته است که الذين آمنوا کسانی که ایمان آوردن و عملوا الصالحات و کارهای شایسته کردن و تواصوا بالحق و به حق سفارش کردن یعنی دعوت کردن و تواصوا بالصبر و به صبر سفارش کردن هم الرابحون، فایده کردگی ها همینا هستند. معلوم میشه است که و من سواهم خاسر، و غیر ویها و کسانی که غیر از اینها باشند و یا چند خاسر، زیان بینندند. و هذه حجة قائمة على وجوب التواصي والتناصح والإيمان والصبر والصدق. این خودش حجت شده استاد است. چقدر حجت؟ حجت قائم، یک حجتی قائم، یک حجتی پیشنهاد شده است به واجب بودن یکدیگر را وصیت کردن. یعنی این خواندی در گردن تو واجب است که یکدیگر تا نمیدونستی که تا وصیت بکنی. و تناصح یکدیگر تا نصیحت کردن واجب شد. و ایمانی و واجب شد ایمان آوردن، و صبر واجب شد است صبر کردن، و صدق و واجب شد است چیکار کردن؟ راست گفتن. و انه لا طریق للسعادة والربح الا بهذه الصفات الاربع. و این آن دلالت میکند که یگان راه نیست ای برده به سعادتمندی برسوند، برده به فایده رساند مگر به همین 4 صفت. یعنی یگانه چیزی که تو را به سعادتمندی دنیا آخرت برده میرساند، به فایده دنیا آخرت تو را برده میرساند و تو را از زیان و از خسارت نگه میداشت که همین 4 صفته: ایمان صادق بالله و رسوله، ایمانی راست به الله و پیغمبرش، و عمل صالح و عملی صالح کردن، و تواصم بالحق به حق یکدیگر را سفارش کردن، و تواصم بالصبر و یکدیگر را به صبر سفارش کردن. قوله قال البخاری، قول صاحب متن فرمود که قال البخاری رحمه الله تعالی باب العلم قبل القول والعمل. گفتم بیاد دارید. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أكن البخاري كيست؟ البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن إبراهيم البخاري. أبو عبد الله كنياش
نامش محمد، نام پدرش اسماعیل، نام باباش ابراهیم. البخاری نسبت به بخارا، کشور است که من بخارا، از بخارا، فی الشرق الاوسط، در شرق میانه که در حدود ازبکستان جایگیر شدگی است. ولد سنة 94 و 100، سال 194 تولد شده است. ولد سنة 94 و 100، در سال 194 تولد شده است. فی آخر القرن الثانی، در آخر عصر دو. و مات سنة 56 و 200 فی وسط القرن الثالث، و وفات کرد در سال 256 در میانه های عصر سه. کان عمره 62 سنه، عمر او 62 ساله بود. و هو صاحب الصحیح، صاحب صحیح، صحیح بخاری میگن که وله مؤلفات اخرى عظیمة نافعة رحمه الله. این کس دیگر با کتابهای دارد، کتابهای بزرگ دارد، نافعه، فایده آور دارد، الله رحمتش کنه. یقول باب العلم قبل القول والعمل. چی گفت؟ گفت باب در بیان علم، پیش از گفتن و پیش از عمل کردن. پیش از اون که تو یک چیز بگویی، پیش از اون که تو یک عمل بکنی، اول باید علم گیر. از اینا پیش علم. یک چیز آخر علمش نداشته باشی، نسبتی اون چیز علم نداشته باشی، چه خیلی میگویی؟ کورکورانش میگویی؟ بنابر قول الله تعالی که فعلم انه لا اله الا، بدان، یعنی نادانسته نمیشه، بدان یعنی که علم بگیر که نیست یگان معبودی بر حق مگر الله. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الله سبحانه و تعالی در این آیه کریمه سخن خود را آغاز کرد به چی؟ بالعلم، با علم، پیش از گفتن و پیش از عمل کردن. فالانسان علیه ان یتعلم اولا، با انسان واجب است که اولا تعلیم بگیرد. ثم یعمل، بعد از آن عمل میکند. فیتعلم دینه و یعمل علی بصیره، بس انسان دینش تعلیم میگیرد و به حجت و به دلیل چکار میکنه؟ بصیره به معنای اینجا حجت، بیان، دلیل، و در اساس دلیل چکار میکند؟ عمل میکند. والله اعلم و صلی اللهم وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.